همون زن دوست می داشته است، همین جوانیش دوستش می داشته است. ایده زنه که گذشت نزدش آمد گفت یا امی سلیم است، نامش رومیسا است، مرا نمیگیری؟ من خواستگاری اومدم. اوه گفت دخترای کتا بسیار هستند، تو جوانی حالی خونه نداری، توری زن نگرفته، من علاقه فرزند دارم. پسرش انس ابن مالک علاقه 7 ساله بود. گفت با خدا قسم همین خیلی محبت به تو دارم که جایم را هیچی نمیگیرم. هر مهری که بفرمایید قبول میکنم، مقصد کارم قبول میکنم. رومیسا گفت من از تو مال دنیا طلب نمیکنم، مهر من یک چیز است، کلمه شهادتی تو. این همه بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. من مهر پاک و فعیل بخشیدم. مهری من همین. زن صالحه را ببینه. با شرافت همین زن حضرت ابو طلحه ایمان آورد. چه ایمان و اسلام از زمره صحابه های بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم محسوب میشود. حضرت دوستش می‌داشت. از همین زن خدای تعالی براش یک پسرک داد. ابو عمیرش میگفتن، دادر انس ابن مالک. فقط همین پدرش جدا. ابو عمیر ابن ابو طلحه هستی. میگه کودکی کسلی بوده است. همین رنگ دخترچه حاجی محمد جان ما کسلی بوده است. همین چقدر کسل باشه محبت پدر و مادر بولوش زیادتر کرد. یادم است در همین قزاقون ما همون یک پشک بود در همون کهدون زاید است. همین پشکچه زیاد زایده 6-7 داشت. یکش همین مایده خیلی که نیم جونک بود. همین اهمیت بدودم به خدا قسم ای هم از زیادترک همون را میلیسید. هر چیزی می اوور اول در دهنی همون میمون پشک حتی. همین انسان هم قایده شبیه بینه که کودک رنجوره محبتش بوده همون زیادترک می شود. با درجه همون کودک دوست می داشته است که تمامی صحابه او را دوست می داشته. حضرت میگه دویم وقتی ای پیشش میگذشت به حضرت میگو که یا ابو عمیر ما فعلا غیر یک ماینچه داشته است، بگیم ماینه بگیم چی علاقش بگیم همون رام کرده که خطیش میگشته است، همون خطی بازی میکرده. به حضرت شوخیش میکرد که ای ابو عمیر چی میگه این ماینه؟ چکار کرده است این ماینه؟ یک روز در سفر بود حضرت ابو طلحه که خداوند امانت قبض کرد گرفت. همون ابو عمیر ای دنیا رفت. مادر صالحه، مادر عاقله، مادری که تعلیم اسلام از پیغمبر گرفته است، بچه‌اش گرفت شوش کفن کرد در یک خانه در آورده مون. بعد شام ابو طلحه خانه در اومد بسیار افگار و مونده شدگی. همه مقصد ای سفر که بیای همه پری چند غبار آب گرفت آورده است، روش شست در پیشش خوراک آورد مون، طعام استعمال کرد، خودش خوشبو کرد، آمد هم خوبه شدن، غسل کردن، نماز شکر ادا کردن. بعد گفت که شوهر گفت همون فرزند امانت الله بود، الله ذوالجلال امانت قبض کرده. حتی در یک روایت اومده است که از دور گرفت گفت که یا ابو طلحه گفت همین در خانه همسایم یک کس امانت مونده بوده است، همین روز به سر امانت اومده یا جنجال و دعوا را گرفتن که نمیتیمد. حضرت ابو طلحه گفت عجب ابله مردمی بیدن، او امانت باید به صاحبش برمیگردونه. خیانت در امانت نشانه منافقی است. او من همون فرزند ما هم شوهر جان امانت الله بود، خدای بزرگ همون امانت چه قبض کرده بود. میگه ابو طلحه گریانش به حد دوستش داشت. پسرش سردستینش بود گفت انا لله و انا الیه راجعون. سحر بعد بامداد وقتی که قصه را در رضی حضرت صلی الله علیه و سلم نخوند، پیغمبر خدا گریه کرد، در حقش دعا کرد. گفت اللهم بارک لهما فی لیلتهما، خدایا همین شب شونه مبارک بگردون که بنده‌های تو اینقدر صبر جمیل دارن و اینقدر پاس خاطر همدیگر را به جا آوردند و در فرمان پروردگار اینقدر تسلیم حق هستند. خدایا همین شب شونه شب مبارک گردون. همه هم خوبگی در قد رومیسا ام سلیم کودک شد. همین نه پس یک گل پسرک تولد کرد. از نکاح ابو طلحه با ام سلیم 7 پسر تولد شده است. همه قاریای قرآن، حافظای قرآن، بچه‌های صاحب جمالک خسرو. میگه انس ابن مالک میگه وقتی اینا دستای همدیگر را میگرفتند، بچه‌های میدک همین فاصله 5 یا سال 2 سال که
میگه مسجد نبوی میرفتن تمام مردم حواس همیو را میخورد که خدا بتا کنم فرزند بتا. اما خدای فرزند پروردگار میتا. فرزند امانت الله های. وقتی که بنده صبر کرد لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکرانه نعمت خدا را کردی و در محنت الله صبر کردی خداوند از این بیشتر و زیادتر برات میتا. خداوند برای حاجی محمد جان اینو صبر جمیل انشاءالله با خدا قسم آدم در روش تعریف نمیکنن. همین صبر و تحملی که در حاجی محمد جان دیدم من حتی در بعضی ملغا دیده نمیتونم. هر کس این غیرته نداره، کاری هر بز نیست که من گفتم که واقعا این صبر را ببینم. مقصد که با ما را تسلی میدم، ما را تسلی داده است. این را ببینه خدای بزرگ از جمعی بلو گزند و حفظ فرزندکای باقی مانده تقریبا سالم و تندرست عالم و قاری و محیب به کمال برسانند. پروردگار ما در قبال این طفلک که امانت بده گرفت برای با فرزندای دیگر عنایت فرماید. خداوند در خاندان فیض برکات چنازین بسازد. پروردگار برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند همت بلند چوبته که درک کنند که آخه این فرزندا و اهل خاندان امانت الله هستند و همه امانت باید با خیانت نکنیم. امانت کامل کنیم، درست کنیم، خدا شناس کنیم، پیغمبر شناس کنیم تا اینکه فرد روز قیامت همه امانت ها سبب نجات ما بشود، سبب درد بلاهای ما نگردند. خدایا این طفلک رحمت مغفرت در خواب راحت ناز تا روز قیامت حفظش کن. پروردگار فرد روز قیامت انشاءالله یقین از خبر پیامبر صادق مصدوق است آمده است که اون طفل در نزد دروازه جنت بیسته. هر قدر تاکیدش میکنن که بدرو گریه را میبرداره که تو والدین مده یوره نمیدونه. از همین لحاظ است که در جنازه طفلک ما مثل آدمای کلان دعا نمیکنیم. اللهم اغفر لحینا نمیگیم، میگیم اللهم اجعله لنا فرة. اگر دختر باشه با صیغه تأنیث اللهم اجعله لنا فرة و اجعله لنا اجرا و ذخرا و اجعله لنا شافعة و مشفعة. خدایا این را برای ما فرد بگردون. فرد یعنی همون گروه و اطریده که پیشکی برای لشکر جا تیار میکنند، جای خواب، جای آب، جای مقصد مرغزار تیار میکنند. خدایا این را اجر آخرت من گردون، ذخیره قیامت من بگردون و برای ما شافع و مشفع بگردون که شفاعت طفلی که معصوم است ولی به بلوغت نرسیده است در حق والدینش مقبول است. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك.